سلام دوستان، امیدوارم حال شما خوب باشه. در خدمتتون هستم با یک آموزش دیگه از آموزش‌های ASP.NET MVC. تو این آموزش قصد دارم تا در خصوص افزودن بوتسترپ، نسخه RTL و نسخه 5 اون به پروژه های خودمون صحبت کنم و آموزشی رو داشته باشم. وقت شما رو نمیگیرم، وارد نرم افزار ویژوال استودیو میشم. قصد دارم یک پروژه جدید ایجاد کنم از نوع ASP.NET Web Application. نام اون رو Bootstrap RTL میذارم و کرییت میکنم. از نوع empty باشه، تیک MVC رو میزنم و تیک HTTPS هم حذف میکنم و اون رو مجددا کرییت میکنم. به قسمت پروژکت میرم و قسمت manage NuGet package. در این بخش روی قسمت بروز میرم و بوتسترپ رو سرچ میکنم. همین گزینه اول که 85 میلیون در حال حاضر دانلود شده رو میخوام به پروژه خودم اضافه کنم. آخرین نسخه اون 5/3 هست، اون رو اضافه میکنم. با موفقیت نصب شد. ما نیاز هست فایل jQuery هم به پروژه خودمون اضافه کنیم. من jQuery هم به همین صورت اضافه میکنم و همچنین یک فایلی که مخصوص خود ویژوال استودیو هست، مدرنیزر، این رو هم به پروژه خودم اضافه میکنم. به درستی فایل هایی که نیاز داشتیم اضافه شدن. من این پنجره های اضافی رو حذف میکنم. قصد دارم یک کنترلر جدید ایجاد کنم. نام اون رو هوم قرار میدم. داخل کنترلر هوم من اکشنی با نام ایندکس وجود داره. برای اون میخوام یک ویو در نظر بگیرم. اد ویو. تیک یوز لیوت پیج رو میزنم. ما هنوز در خصوص لیوت پیج ها صحبت نکردیم، ولی توی قسمت بعدی به صورت مفصل در خصوص اونها صحبت میکنیم. ادش میکنم. توی پوشه ویو یک فولدری برای من اضافه شده با نام شیر که لیوت یا همون قالب پروژه من در اصل در اینجا قرار گرفته شده. اینجا برای من فایل مدرنیزر رو اضافه کرده. البته نسخه قبلی اون هست، من اون رو حذف میکنم. بوتسترپ هم نسخه RTLش رو میخوام اضافه کنم، پس این بخش رو هم حذف میکنم و فایل های مورد نیاز خودم رو از پوشه کانتنت اضافه میکنم. اولین فایلی که بعد اضافه کنم bootstrap rtl.min هست. این فایل بعدی مدرنیزر هست که توی پوشه اسکریپت من قرار گرفته. این رو هم به پروژه خودم اضافه میکنم. در قسمت فوتر هم فایل jQuery و bootstrap رو باید اضافه کنم، نسخه جاوا اسکریپتی اون رو. اول فایل jQuery رو اضافه میکنم. فایل jQuery .min.js و فایل بوتسترپی رو bootstrap.min.js. همچنین برای اینکه پروژه ما به درستی کار کنه توی تگ HTML attribute dir مخفف direction RTL رو اضافه میکنم. همچنین میتونیم به اون یک زبان هم اضافه کنیم. من مقدار لنگویج رو اضافه میکنم و فا رو به اون اضافه میکنم به معنای زبان فارسی. توی تگ بادی من یک نوار قرار گرفته شده، ولی چون داره از نسخه های قبلی تبعیت میکنه اون رو برای من به درستی نمایش نمیده، پس این بخش رو حذف میکنم. فقط به این بخش رندر بادی نیاز داریم. بقیه قسمت های HTML اون رو حذف میکنم. به سایت بوتسترپ میرم تا یک نوار مناسب بوتسترپ 5 رو از اون بخش کپی کنم. به قسمت داکیومنت میرم و نوار توی این بخش باید باشه.
انواع نوارها رو برای من آورده. همین اولی میتونه مناسب باشه. من اون رو کپی میکنم و به پروژه خودم اضافه میکنم توی تگ بادی و در قسمت بالا. همچنین یک دیویژن ایجاد میکنم با کلاس کانتینر داخل اون یک دیویژن دیگه با کلاس رو و یک دیویژن دیگه با کلاس کال 12. رندر بادی که محل قرار گرفتن کدهای هر صفحه هم هست رو داخل این دیویژن پیست میکنم. در خصوص رندر بادی، لایه های مربوط به ویو، همه این مطالب رو توی جلسات آینده به صورت مفصل صحبت میکنم. پروژه رو من بیلد میکنم و یک خروجی از پروژه خودم میگیرم. همونطور که مشاهده میکنید پروژه ما به درستی ایجاد شده. فقط یک فاصله ای در اینجا ایجاد شده که به خاطر فایل های CSS من هست. اگر به فایل site.css که داخل پوشه کانتنت شما هست برید، توی این بخش اون رو اعمال کرده که من به این فایل ها نیاز ندارم. این بخش رو هم حذف میکنم و اون رو ذخیره میکنم. حالا اون مشکل هم حل شده و بوتسترپ به درستی روی پروژه من ایجاد شده. اگه اینسپکت هم بگیریم یک خطا داریم. اون خطا برای چی هست؟ فاویکن رو نمیخونه، چون من فاویکن اضافه نکردم هنوز به سایت خودم. میتونم اینجا HTML تگ فاویکن رو هم سرچ کنم و به پروژه خودم اضافه کنم. این تگ اضافه کردن یک فاویکن هست. من توی لیوت خودم و توی تگ هد این رو هم اضافه می کنم. یک تصویر هم نیاز داره که من بر یک تصویر هم به اون اضافه کنم. بهتری که از نوع PNG باشه. من یک پوشه با نام ایمیجز به پروژه خودم اضافه می کنم و داخل اون قصد دارم تا فاویکن خودم رو پیست کنم. یک تصویر از نوع PNG هست. ابعاد اون هم بهتری که حتما به صورت مربعی باشه. در اینجا میگم به پوشه ایمیجز من برو و فایل favicon.png رو برای من نمایش بده. به این صورت. مجددا پروژه خودم رو رفرش میکنم. هنوز ارور فاویکن رو من دارم که این خیلی عجیبه. من فاویکن رو جای اشتباهی پیست کردم. اون رو کات میکنم و توی پوشه ایمیج خودم اون رو پیست میکنم. بله الان درست شد. فاویکن من هم توی این بخش اضافه شده و مشکل دیگه ای نداره. ممنون از اینکه این ویدیو رو مشاهده کردید.